از نظر شرعی به اتفاق فقها چنین ازدواجی حرام هست و برای شما جایز نیست که یک زن را همراه با برادرزاده یا خواهرزاده اش همزمان در عقد خودتان داشته باشید، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در صحیحین هست فرمودند لا یجمع بین المرأة و عمتها و بین المرأة و خالتها، نباید شما یک زن را همراه با عمه اش یا همراه با خاله اش در یک نکاح با همدیگر جمع بکنید. یک قاعده بدم به شما در این زمینه و آن این هست که هر دو زنی که اگر یکی از آنها را مرد تصور بکنید از نظر شرعی ازدواج آنها با همدیگر حرام باشد، پس بنابراین جمع کردن آنها در یک نکاح که هر دوتا همسر یک نفر باشند این هم حرام هست و از نظر شرعی جایز نیست و علما در این زمینه اجماع دارند.